شرکت گازپروم نفت تاجیکستان پیشنهاد نموده است که بنابر سبب زیاد شدن نرخ محصولات نفتی در کشورهای صادرکننده از جمله فدراسیون روسیه احتمال است آخرای ماه اکتبر و اول ماه نوامبر سال روان مرحله به مرحله نرخ یک لیتر بنزین ای 95 تا سطح 11.10 سومونی، ای 92 تا 2.90 سومونی و سوزشواره دیزلی تا 2.50 سومونی افزایش یابد. در این باره خبرگزاری دولتی خاور در خدمات ضد انحصاری حکومت تاجیکستان ضمن شرح سببهای بالا رفتن نرخ سوزشواره خبر دادند. پیشنهاد بازم بالا بردن نرخ بنزین و سیار که در حال است که بر اساس مانیتورینگ خدمات ضد انحصاری به حالت 14 اکتبر سال روان در نقطه‌های فروش سوزشواره نرخ فروش یک لیتر بنزین نوع A95 از 2.80 تا 11.10 سومونی، بنزین نوع A92 از 2.20 تا 2.50 سومونی، سوزشواره دیزلی از 9.20 تا 9.60 سومونی و گاز مایع از 7.30 تا 7.50 سومونی تشکیل میداد. بنا به آمار خدمات ضد انحصاری در 9 ماه اول سال 2021 به تاجیکستان از خارج نزدیک 450,000 تن محصولات نفتی از جمله 246,000 تن سوزشواره دیزلی به مبلغ 143 میلیون دلار با نرخ میانه 583 دلار برای یک تن، 184,000 تن بنزین به مبلغ قریب 114 میلیون دلار با نرخ میانه 616 دلار برای یک تن و مقدار کمتری از نوع‌های دیگر سوزشواره وارد کردند. در عموم امسال تاجیکستان برای خرید سوزشواره نفتی از خارج 278 میلیون دلار خرج کرده است. قریب 384,000 تن یا بیش از 80% محصولات نفتی لازم برای اقتصاد کشور را تاجیکستان از روسیه و 41,000 تن دیگرش را از قزاقستان وارد کرده است. در خدمات ضد انحصاری بالا رفتن نرخ نفت و محصولات نفتی در بازار جهان و کشورهای صادرکننده آن را سبب اساسی بالاروی نرخ آن در تاجیکستان مینامند و میگویند مقامات تلاش دارد با پیدا کردن منبع‌های الترناتیوی تامین بازار مواد سوخت شدت به وجود آمده در نرخ بازارها را نسبتاً پس کند. از جمله در پایان ماه سپتامبر مذاکرات سودمند در این بابت در تاشکند دایر شده است و نمایندگان جمعیت سهامی ازبک نفتگاز گفتند که ازبکستان میتواند در یک سال 55,000 تن گاز مایع را از حساب محصولات شرکت لوکویل ازبکستان به تاجیکستان پیشنهاد نماید.